خیلی وقتا فقط اسم یه لوکیشن رو میشنویم. یکی میگه فلان آبشار محشره، فلان دشت خیلی خوشگله، ولی خب واقعا اینا مسیرشون کجاست؟ چجوری میتونیم بریم؟ چقدر طول میکشه برسیم؟ سختی راه چقدره؟ اینا سوالاتیه که واسه کسی که میخواد به لوکیشن جدید بره همیشه پیش میاد. اینجاست که ویکیلاک وارد میشه. یه اپلیکیشن که هم واسه اندروید هست هم iOS. دیتای سفرهای آدما که از این مسیرها سفر کردن داخلش هست. تو این اپ سفرها دسته‌بندی‌های مختلف دارن. یکی میتونه فقط سفرهای آفرودی رو در نظر بگیره و فیلتر کنه، یا یکی کوهنورد دوست داره مسیرهای کوهنوردی رو ببینه و فقط فیلتر میکنه روی مسیرهایی که افراد دیگه رفتن تو این مسیرها و کوهنوردی کردن و تجربیاتشون رو ثبت کردن توی اپ. تو تجربه های آدما میتونی ببینی سفرهایی که رفتن چند کیلومتر مسافتش، چه ارتفاعی و ماکسیمم رفتن، از کجا شروع کردن و حتی عکسایی که آدما ثبت کردن رو میتونی ببینی. حتی میتونی این سفرها رو از قبل دانلود کنی و به صورت آفلاین داشته باشی، یا خودت هم میتونی سفرات و تجربیاتت رو ثبت کنی. پس دفعه بعد اگه اسم یه لوکیشن رو شنیدی اصلا گیج نزن، فقط وارد ویکیلاکش کن. اگر دوست داری لینک دانلود اپ رو واسط بفرستم، تو کامنت ها واسم کلمه ویکی رو کامنت کن.